وقتی که هم کاری قین مسئولیتی وزبین همین کاری خیره. همین میگه که همین یک بنزین در نروه یا که میگه که همین خورده است اما همین یک اپل همون نروه خودت خطا میخری. ما برای همین ایستادم فکر کردم این کاری من نیست. من همین گفتم که همین کارو دیگه نمیکنم. خیلی بگذار اولش خدا آخرش خدا. اول و آخرش همین باشه. دیگه التماس ما در همین مسئله زنگ نزنین. باور کن من تلفن ما در گرونده نمیتونم. دویم بار تلفن معلش کردم. التماس همین یک بار معنی داره، دو بار معنی داره. الکی سوم بار چهارم بار تکرار کردم که التماس دیگه این مسئله در مرا زنگ نزنید. مثلا رکلام باشه مرامت چی رکلامی باشه ما با کلمه میگیریم. بخاطر در کامنتاری حرام خور و تمام گپا رو گفته سن ما. التماس ما خما لایق گپا نمیدونم. چیزی که حلال باشه مرامت بیاین من قطعا همکاری میکنم. چیزی که حرامه التماس پیش من نیاین. برادر من که باشین چیزی که حرامه خفه نشین پیش من نیاین. انا دوستان عزیز با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بوده با شما توصیه میکنم شرکت محیدین مرامت این رقمشون واتساپ دارن مرامت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو ودنی استادیوم است. آفیسشون مرامت کنین برادرها. البته ماشین‌های نو و زمانوی در خدمت شما است. مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت محیدین. باقی سربلند و خانواد باشین. همه وقت جیبکاتون پری پل باشد. زنده باشین. سلام و درودی به پایان با کل هموطنان، با کل دوستان، با کل برادران، با کل پرپسچکای خودم. سربلند و خانواد باشین دوستان عزیز. همین هر وقتی که سحر رای خواب میخزم اول ما کامنتاری میخونم. بسیار اکا زیرا کم تر سبکتر که کارم کامنتاری میخونم. به حد گپای قبیح، به حد گپای نولوزین، گپای هست که همون آدم لایق همون گپ نیست. همون گپا رو میگن بعد آدم هم دل شکسته میشه هم رو افتاده میشه. مقصد قریب که بگم طول 30 ساله ما یکدیگریم. ما دوستی خاندان شما هستیم. میگم ما رو در آینه نیلگون و در یوتیوب و در تمام جا تماشا میکنین. ما کوشش میکنیم که چیزای خوب و خاطرمان برای شما و برای فرزندای شما چیزای تعلیم و تربیوی کنیم و فرزندای شما یک تربیت بگیرن. ما مقصدمون همینه که یک کاری کنیم که این قک هم باشه ما همون کودکایی که ما رو تماشا میکنن تربیت بگیرن. این همین مقصد داریم ما. برای همین برادرها بسیاری بعد تا پشت در من میان میزنن دیگه همین گپا رو دیم سه بار تکرار کردم دیگه رو نمیشه بگم. مقصد که همین مسئله خیر مسئله همین چیزا دیگه التماس پیش من زنگم نزنید. التماس در نامتون صدقه این گپایی که ما رو میگن حرام خورم میگن در کامنتار مینویسن که حرام خوری. من یک جا تماشا رفتنتون من شکر خدا سال 2012 ترکیه رفتم اومدم دیگه مسکو که هر سالی نمیام در مسکو من یه جا صورت میگیرم میمونم یا که هر جا برم در کامنتاری مینویسن که انا پل تمام شد برو رفتی پل جمع کنی رفتی انا این تکدید ای پلی مرا خدا میتاگم تا شما نمیتین من نه رزق شما رو من میخرم نه رزق مرا شما خیلی توی همین قسال دعوت میکردن نرفتیم تویش میگذروندین پل مونو میگرفتین کلیپ میکردیم یوتیوب دم میپرتیم یوتیوب پل مونو میگرفتیم هازی منبع درآمدی ما هم رکلام میکنیم مرامت کسانی رکلام دارن بیاین ما بیم یکم چی قبول میکنیم مصلحت میکنیم نه دیگ سوزاد نه کباب مصلحت خوب میکنیم کاری به ما پیش میروه کاری ما هم فقط رکلامایی که منفعت خلق ده باشه ای راست یه بار میورین مرامت یا که مقصد گرانیتسا آدم میبرین یک زی باشه که همین خلق ده کمک باشه چی ایرپورت بلیطاشون رکلام میکنید چیزی که باشه خلق ده فایده داشته باشه ما در برتونم با سکیکه میکنم ارزون میکنم رکلامتون میکنم. برای همین گپ زیاد کردن نیستم. التماس فکری بد نکنین گپی بد نگین. همین دنیا گذرانه فقط خدای خودتون بگین 5 وقت نمازتون بخونین خداوند خودش پیشکارتون رو کشوده میکنه. باقی سربلند و خانواد باشین پناه خدا در کجای باشید خداوند یارو مددگارتون. زنده باشید.